با اینکه بیش از 20 سال از اکرانش گذشته، ماتریکس هنوز هم به عنوان نماد سینمای مدرن شناخته میشه. فیلمی که واقعاً مرزهای سینما رو جابجا کرد. هیچ فیلمی از اون زمان تا حالا نتونسته به اندازه ماتریکس تاثیرگذار باشه. درسته، دنباله‌هاش بحث برانگیز بودن و بعضی از ایده‌هاش اونقدر تکرار شدن که تبدیل به کلیشه شدن. اما نسخه اصلی هنوزم یه شاهکار اکشن محسوب میشه. داستان درباره اینه که انسان‌ها بدون اینکه بدونن توی زندانی ذهنی گیر افتادن. زندانی که توسط ماشین‌هایی ساخته شده که زمانی بر علیه بشر شورش کردن و حالا انسان‌ها فقط به عنوان منبع انرژی برای اونها استفاده میشن. بیهوش و خسته، فقط زنده نگه داشته میشن. یه گروه شورشی از دل همین سیستم بیرون میزنن. با یه امید بر اساس پیشگویی‌ها قراره یک ناجی به اسم دوان ظاهر بشه و همه چیز رو تغییر بده. وقتی در سال 1999 منتشر شد، هنوز خبری از نظریه بافی‌های بی‌پایان نبود، اما کاش بود. چون واچاوسکی‌ها توی فیلم رو پر از نکات مخفی، اشاره‌های فلسفی و رازهایی کردن که فقط با چند بار دیدن میتونی کشفشون کنی. و حالا تعدادی نکته‌ای که احتمالاً توی ماتریکس از دستتون در رفته. در فیلم ماتریکس، رنگ سبز به طور خاصی استفاده شده تا یک تضاد بصری واضح بین دنیای واقعی و دنیای ماتریکس ایجاد بشه. واچاوسکی‌ها از فیلمبرداری هوشمندانه استفاده کردند تا این تفاوت را به صورت نامحسوس القا کنند. به طور خاص، هر صحنه‌ای که در اون ماتریکس اتفاق می‌افتد، به صورت دیجیتالی با یک ته مایع سبز رنگ تنظیم شده بود تا هم ماهیت مصنوعی آن را منتقل کنه و هم حسی از ناراحتی و اضطراب ایجاد کند. این رنگ انتخاب شد تا حس تماشای صحنه‌ها از طریق صفحه‌نمایش‌های قدیمی کامپیوتر را القا کند، همان‌هایی که اطلاعات را با آن رنگ سبز فسفوری نمایش می‌دادند. دنیای واقعی در ماتریکس با رنگ آبی نمایش داده شده. اما این دقت به جزئیات فقط به رنگ سبز ختم نمیشه. برای اینکه رنگ سبز ماتریکس حالت فاسد و ناخوشایند بیشتری پیدا کنه، فیلمبردار بیل پوپ به دنیای واقعی یک رنگ متضاد آبی داد. او در مصاحبه‌ای بعد از فیلم گفت: از سفینه بوخت و نصر گرفته تا محفظه نگهداری انسان‌ها، واقعیت با یک رنگ سردتر و آبی‌تر نمایش داده شده تا ظاهری طبیعی‌تر و کمتر بیمارگونه پیدا کنه. در آینده این فیلم دنیا سرد و بیروح شده. خورشید دیگر دیده نمی‌شود و گرمایی واقعی وجود ندارد مگر گرمای مصنوعی. به همین دلیل تصمیم گرفتند از طیف رنگ‌های سرد استفاده کنند. در نهایت برنامه تمرینی که نیو و مورفیوس در آن مبارزه می‌کنند با رنگ زرد رنگ آمیزی شده تا نشون بدهد که نه بخشی از ماتریکس است و نه دنیای واقعی. مسیر شخصیتی او به راحتی به دو بخش تقسیم می شود. در نهایت او به برگزیده تبدیل می شود و با استفاده کامل از قدرتش برای کنترل ماتریکس، مورفیوس را نجات می دهد. جرقه‌ای مقاومت انسانها علیه اربابان دیوانه‌شان را می زند و با گروه موسیقی Rage Against the Machine آشنا می شود. اما قبل از این مرحله، نقش نیو در فیلم عمدتاً استخراج اطلاعات و توضیحات از زبان شخصیت‌های اصلی دیگر است. این رویکرد به درخواست استودیو انجام شد، چون آنها نگران بودند که تماشاگران بدون این توضیحات نتوانند داستان را درک کنند. به همین دلیل در 45 دقیقه ابتدایی فیلم از میان 80 خط دیالوگ نیو، 44 خط آن به شکل سوال است که به طور شگفت‌انگیزی نزدیک به یک سوال در هر دقیقه است. با اینکه ماتریکس تا انتها برنامه ریزی شده بود، یعنی هر صحنه‌اش رو مو به مو طراحی کرده بودند، ولی یه سری لحظه‌های بداهه و ناخواسته هم توش هست. جالبه بدونی خیلی از این لحظه‌ها درست وسط صحنه‌های مبارزه اتفاق افتادن. یعنی همون صحنه‌هایی که بازیگرها ماها تمرین کرده بودن تا دقیق درش بیارن. مثلا اون صحنه تمرینی بین نیو و مورفیوس، یه جا نیو یه لحظه وای میسته، نفس میگیره، میخواد دوباره حمله کنه، بعد خیلی خفن با انگشت شستش نوک دماغشو میخارونه. خب این حرکت توی فیلمنامه نبود، کیانو خودش اینو اضافه کرده بود. یه نوع ادای احترام به بروس لی، حتی با اینکه اون برداشت بهترین برداشت از نظر فنی نبود، ولی کیانو انقدر پافشاری کرد که همونو توی فیلم نگه داشتن. یکی از چیزایی که تو ماتریکس واقعا چشم آدمو میگیره، بازی فوق‌العاده‌ای هوگو وین تو نقش مأمور اسمیته. اون واقعا تونست این شخصیت رو طوری در بیاره که نه کامل ربات باشه، نه کامل انسان، یه چیزی دقیقاً بین این دوتا، و همین باعث شد خیلی ترسناک و مرموز به نظر بیاد. حالا نکته جالبش اینجاست، وقتی هوگو داشت روی نقش کار میکرد، برای لحن حرف زدن مأمور اسمیت رفت سراغ یه الهام عجیب. میدونین از کی الگو گرفت؟ از والتر کرانکایت، یه گوینده معروف خبر در آمریکا که سالها مجری خبر شبانه CBS بود، همونی که خبر فرود ماه و ترور کندی رو اعلام کرده بود. والتر معروف بود به لحن خشک، بی‌حاشیه و خیلی جدیش، درست مثل یه ربات با کلاس. هوگو هم از همون لحن استفاده کرد. یکی از باهوشترین ایستراگ‌های کل فیلم ماتریکس توی اون صحنه کوتاهه که نیو نشسته روی صندلی و داره کلی اطلاعات رزمی رو مستقیم میریزه تو مغزش. همینطوری که مغزش آپلود میشه، یه سری سبک مبارزهای خیلی سریع روی صفحه ظاهر میشن. حالا نکته باحال ماجرا اینه، یکی از این سبک‌ها چیزی نیست جز درانکن باکسینگ یا همون مبارزه مست‌ها. این یه ادای احترام بامزه است به طراح صحنه‌های مبارزه فیلم، یعنی یو پنگیوان، همونی که قبل از ماتریکس با طراحی حرکات رزمی فیلم معروف درانکن ماستر با بازی جکی چان معروف شده بود. توی اون فیلم جکی چان میره سراغ یاد گرفتن یه سبک رزمی سنتی چینی به اسم یوکوان یا همون درانکن باکسینگ که یعنی مبارزه به سبک مست‌ها.
اون بارون سبز رنگ کدی شکل که از بالا میریزه پایین، یکی از معروف‌ترین صحنه‌های ماتریکس، طوری که تو سال 1999 تقریباً رو تصویر زمینه همه کامپیوترها پیدا میشد. جالبه بدونین در حالی که توی فیلم خیلی با کلاس و پیچیده به نظر میاد، پشت صحنه‌اش خیلی ساده‌تر از چیزیه که فکر می‌کنی. برای اینکه اون کاراکترها طوری روی صفحه بریزن پایین، خب یکم جلوه‌های ویژه و کار گرافیکی لازم بوده. اما خود کاراکترهایی که تو اون بارون دیده میشن چجوری انتخاب شدن؟ طراح صحنه فیلم می‌خواست ترکیبی از حروف انگلیسی، عدد و کاراکترهای ژاپنی کاتاکانا رو استفاده کنه. پس رفت سراغ کتاب دستور پخت غذای ژاپنی همسرش، یک کتاب سوشی و کل کتابو اسکن کرد. بعدش همه کاراکترها رو برعکس کرد تا این حس رو بده که داری از سمت اشتباهشون نگاه میکنی، انگار داری از اون ور ماتریکس بهش نگاه میکنی. با اینکه کیانو ماها تمرین سخت داشت برای صحنه‌های مبارزه ماتریکس، یه چیزی بود که خیلی‌ها متوجهش نشدن. نیو خیلی لگد نمیزنه. دلیلش چیه؟ وقتی تمرینات فیلم شروع شده بود، کیانو هنوز کامل از یه جراحی سنگین گردن ریکاوری نشده بود. یعنی چی؟ یعنی نمیتونست اونطور که باید از پاهاش استفاده کنه. واسه همین بیشتر تمرینات لگد زدن رو نرفت و تیم سازنده مجبور شد یه سری تغییر توی مبارزاتش بده. در نتیجه نیو خیلی کمتر از بقیه کاراکترها از لگد استفاده میکنه. تنها جایی که یه ذره لگد بازی ازش میبینیم، همون مبارزه تمرینی معروفشه با مورفیوس توی برنامه ساختگی. اون سکانس رو هم تقریبا آخرای فیلم برداری گرفتن، وقتی که حالش یکم بهتر شده بود. توی صحنه‌های اول فیلم ماتریکس، جایی که ماموران نیو رو میبرن برای بازجویی، همون سکانسی که میخوان باهاش به مورفیوس برسن، یه لحظه خیلی کوتاه از پاسپورت نیو نشون داده میشه. توی اون نمای سریع، علاوه بر اینکه محل تولد نیو رو پایتخت نشون میده، یه نکته عجیب هم هست. تاریخ انقضای پاسپورتش زده 11 سپتامبر 2001. آره دقیقاً همون روزی که حملات تروریستی وحشتناک به برج‌های دوقلوی نیویورک اتفاق افتاد. حالا آیا این یه تصادف بوده یا یه نشونه پنهان؟ واقعاً نمیدونیم. شرکتی که نیو توش کار میکنه اسمش متا کورتکس. در نگاه اول شاید فقط یه اسم شیک و رسمی برای یه شرکت نرم افزاری معمولی باشه، از همینایی که اوایل قرن 21 همه جا بودن. ولی وقتی یکم ریزتر نگاه کنیم، بیام اسمش رو بشکنیم، متا یعنی فراتر رفتن یا پشت چیزی رفتن. کورتکس هم که بخش بیرونی مغزه، یعنی همون قسمتی که مسئول فکر کردن و درک کردن و ایناست. پس متا کورتکس یعنی فراتر رفتن از مغز. دقیقاً کاری که نیو قراره تو کل فیلم انجام بده، یعنی محدودیت‌های ذهنش رو بشکنه و وارد یه سطح بالاتر بشه. تازه رئیسی که همیشه سر نیو داد میزنه هم یه جمله خیلی معنی دارم بهش میگه: تو فکر میکنی خاص هستی و قانون‌ها شامل حالت نمیشن. خب راست هم میگه، چون نیو دقیقاً همینه، یه استثناء، یه قانونشکن واقعی توی دنیای ماتریکسه. وقتی نیو بالاخره از خواب بیدار میشه و از ماتریکس بیرون میاد، با یه دنیای وحشتناک و واقعی روبرو میشه، کاملا کچل، ترسیده و تا خرخره توی مایع لزج گیر کرده. یه ماشین قلپیکر هم میاد، وصل میشه بهش و با یه حرکت عجیب و غریب پرتش میکنه بیرون از اون کپسول. انگار کل زندگیشو یه دفعه شوت میکنن دور. توی این سکانس ها کیانو حسابی لاغر به نظر میرسه. این لاغری کاملا هدفدار بوده، چون میخواستن نشون بدن واقعیت دنیای بیرون چقدر با اون نسخه سالم و خوشتیپ نیو توی ماتریکس فرق داره. جالب اینجاست که این صحنه ها چند ماه بعد از پایان فیلم برداری اصلی ضبط شدن، فقط برای اینکه کیانو فرصت داشته باشه وزن و عضله هایی که برای سکانس های مبارزه گرفته بود رو کم کنه تا اون حس ضعف و شوک و واقعی بودن بهتر در بیاد. از اونجایی که هم فیلم دارک سیتی هم به این ایده میپردازه که شاید دنیایی که توش زندگی میکنی واقعی نباشه. خیلی وقتا ماتریکس رو با این فیلم مقایسه میکنن، از نظر فضای تاریک، حال و هوای رمزآلود و حتی داستان. این دوتا خیلی به هم شبیهان، ولی اگر دقیق‌تر نگاه کنیم، شباهتشون فقط ظاهری نیست، پشت پرده هم کلی نکته هست. خب استودیوی برادران وارنر چون نمیخواست بودجه فیلم سرسام آور بشه، نگذاشت صحنه‌های پشت بوم رو در مکان واقعی فیلم برداری کنن. به جاش به سازنده ها گفتن همین دکورهای فیلم دارک سیتی رو بردارید، یکم دستکاری کنید برای فیلم برداری. وقتی به مرحله انتخاب بازیگر رسیدن، کارگردان‌های شرط عجیب گذاشتن. هر کسی که میخواد نقش مهمی تو فیلم بازی کنه، باید کاملا بفهمه داستان چیه. چرا؟ چون سالها این ایدهشون رو رد کرده بودن به خاطر اینکه خیلی پیچیده است. برای همین میخواستن مطمئن شن که بازیگرا هم عمق فلسفی داستان رو میفهمن، هم روایتش رو. پس گفتن قبل از اینکه اصلا فیلمنامه رو بخونی، باید 3 تا کتاب بخونی: سیمولا کرا و شبیه سازی، روانشناسی تکاملی و خارج از کنترل، و حالا یه حرکت با مزه هم زدن. اونجایی که اول فیلم نیو یه فلش مخفی داره توی کتابی قایم میکنه، اون کتاب همون سیمولا کرا و شبیه سازی هست. یه جور ادای احترام به کتابیه که باعث شد این پروژه اصلا شکل بگیره. علاوه بر اون کتاب‌هایی که بازیگرای ماتریکس مجبور بودن بخونن، یه الهام بزرگ دیگه هم تو فیلم وجود داره: کتاب آلیس در سرزمین عجایب اثر لوئیس کارول. و این فقط یه اشاره کوچولو نیست، کل فیلم پوره از ارجاهای مستقیم و غیر مستقیم به این داستانه. نیو چی کار میکنه؟ دنبال خرگوش سفید میره، نه به صورت واقعی بلکه دنبال تتوی یه دختر که روش خرگوش سفیده. بعدش مورفیوس ازش میپرسه احساس نمی‌کنی مثل آلیس داری توی سوراخ خرگوش سقوط میکنی؟ حتی انتخاب بین قرص قرمز و آبی هم یه ارجاعه. تو کتاب آلیس که ابریشم به آلیس میگه یه طرف تو رو
بزرگ میکنه. یه طرف کوچیک دقیقاً مثل ماتریکس که یکی از قرصان تو رو به واقعیت بیدار میکنه و یکی تو رو توی خواب نگه میداره. تو فیلم ماتریکس شهر خاصی اسم برده نمیشه و به نظر میرسه توی یه شهر آمریکایی نامعلوم اتفاق میافته. ولی اگه یکم دقت کنی میشه حدس زد که اون شهر کجاست. شیکاگو. هرچند تقریباً کل فیلم تو سیدنی استرالیا فیلم برداری شده، ولی چند تا نکته هست که نشون میده شیکاگو لوکیشن ذهنی فیلم بوده. همه تقاطع‌هایی که تو فیلم اسمشون میاد واقعاً تو شیکاگو وجود دارن. موقع دعوای زیرزمینی بین نیو و مأمور اسمیت چند تا تابلو میبینی که روش نوشته The Loop که یه بخش معروف از مرکز شهر شیکاگوئه. تو دنیای اینترنت هممون اسم کوکی رو شنیدیم. کوکی یه تیکه کوچیک از اطلاعاتی که یه سایت به مرورگر میده تا بعداً یادش بمونه. حالا برگردیم به فیلم ماتریکس. وقتی نیو میره پیش اون پیرزندانا یعنی اوراکل و اون بهش میگه که ممکنه مورفیوس کشته بشه، در آخر حرفاش یه دونه کوکی بهش میده. این حرکت یه اشاره خیلی ظریف و هوشمندانه است. اوراکل یه تیکه کوچیک از اطلاعات مهم رو به نیو داده و در کنارش واقعاً یه کوکی هم بهش داده. یه جور بازی با مفهوم کوکی تو دنیای اینترنت و دنیای واقعیه. خب اگه از این ویدیو خوشتون اومد حمایت کنین و راستی سابسکرایب و لایک یادتون نره.